کویت، کشوری که از گذشته به عنوان سمبل رفاه و آسایش شناخته میشه. این کشور که در اواخر دهه 90 میلادی به دلیل کشف و استخراج نفت به ثروت رسیده بود، اکنون تبدیل به یکی از پررفاه ترین و ثروتمندترین کشورهای حوزه خلیج فارس شده، جایی که با ارزشترین واحد پولی دنیا رو داره. پس ما باشید تا در سرزمین ثروت چرخی بزنیم و راز ثروت و رفاه در این کشور کوچیک رو کشف کنیم. کویت، کشوری بیابانی بدون هیچ گونه کوه یا حتی یک رودخانه، دارای 6 استان که توسط فرماندارهایی که به صورت مستقیم از سمت امیر کویت مشخص میشن اداره میشه. کویت با مساحتی تقریبا برابر با استان اردبیل ایران حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت داره که فقط 1.5 میلیون نفرشون کویتی هستن و بقیه مهاجرایی هستن که برای کار به کویت اومدن. پایتخت و مرکز سیاسی این کشور شهر کویت که شهری مدرن با ساختمان‌های بلند و لوکسه که برخلاف سایر کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس روح عربی و معماری سنتی خودش رو تقریبا حفظ کرده. کویتی ها به مهمان نوازی و فرهنگ پربار خودشون میبالن. جشن ها و مراسمات مختلفی مثل جشن روز استقلال در طول سال برگزار میشن و موسیقی سنتی و غذاهای محلی بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم کویت هستن. کویت با وجود کوچکی در مساحت دارای جاذبه‌های گردشگری متنوعی هست. از جمله قصر و کاخ سیف کویت با معماری اسلامی منحصر به فرد، یک مسجد جامع لاکچری و بزرگ که جزو زیباترین مساجد دنیاست، موزه رجب طارق کویت که مجموعه شگفت‌انگیز در مورد اسلام قدیم و نسخ خطی کتاب‌ها و جواهراته و در آخر برج‌های کویت که نماد این کشور هستند که ارتفاع هر کدوم از اونها به 120 متر میرسه و دارای چندین رستوران، کافه و حتی سینما هستند. اما راز ثروت و رفاه در این کشور کوچیک خاورمیانه که پرارزش‌ترین واحد پولی دنیا رو داره چیه؟ کویت با توجه به جمعیت کم و تولید ناخالص ملی بالا درآمد سرانه خوبی داره و توی این کشور آمار جمعیت زیر خط فقر 0 هست و عملاً هیچ فقیری توی کویت وجود نداره. خانواده‌های کویتی از زندگی بسیار مفرحی برخوردارند و نرخ تورم در کویت کمتر از 0.2% تخمین زده میشه. تمامی نیروی کار کویت رو مهاجران خارجی تشکیل میدن و مردم کویت عملاً کاری جز خوشگذرانی و تفریح ندارن. در کویت هر شهروند ماهانه حدود $930 یارانه دریافت میکنه که حدود 54 میلیون تومان ایران میشه. 96% صادرات کویت رو محصولات و فراورده های نفتی تشکیل میدن و 4% دیگر رو محصولاتی مثل مصالح ساختمانی، ماهی، میگو، نمک و پوشاک در اختیار دارن. تقریبا بجز فراورده های نفتی بقیه اقلام مورد نیاز مردم و کشور از خارج وارد میشه و مردم کویت با داشتن درآمد سالانه نزدیک به $14,000 سطح معیشتی بالایی دارند و با روحیه مصرفگرا بازار خوبی برای کالاهای وارداتی درست کردند. پس متوجه شدید که تنها راز ثروت و رفاه مردم کویت توی فروش نفت و مدیریت عالی این ثروت بی حد و اندازه است که باعث شده کویت در صدر ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه قرار بگیره و در آینده حرفهای بیشتری برای گفتن خواهد داشت. توی کامنت ها بنویسین به نظر شما اوضاع مردم ایران هم روزی کویت میشه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از کانال خودتون حمایت کنید و برای دوستانتون به اشتراک بگذارید.